ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتاری 13. فردوسی به اندیشه رفت و گفت: آری حضرت، حق با شماست، ولی به جوانی پاکدیل و آن دختری معصومه رحم کس می آید. خود ندانسته با حکم طبیعتی بشری و با دلی صاف به کوی سربسته در آمده سرگردان ماندند. افسوس. سکوت کرد. به یادش قصه زال و رودابه آمد. در زمانهای قدیم پیش از ظهور اسلام ازدواج در مورد اختلاف مذهب ممنوع نبوده یا که با فرمان شاه روا می شده است. مثال قصه زال و رودابه است که راویان به ما خبرش را دادند و بنده آن را در شاهنامه نظم کردند. در آغاز شاهنشاه منوچهر ازدواج زاری زردشتی و رودابه بت پرست را منع کرد، ولی ثانیاً اجازه داد. می توان گفت که عشق به مذهب غالب آمد، ولی در زمان ما یک چنین حادثه البته بیرون از امکان است. اسکافی از افتکار به یاد آورد که با مهمان هنوز احوال پرسی نکرده است. آخر او را 1 هفته باز ندیده بود. احوال پرسی کنان پی در هم یک چند سؤال را قطار کرد. کیف و حال؟ دلتنگ نشدی؟ بغداد را خوب تماشا کردید؟ به زیارت طاق کسری هم رفتید؟ آری، از مرحمت حضرت. چگونه بوده است؟ شاعر را به تمام کردن جملهش فرصت نداده باز پرسید اسکافی. از دیدن خرابه ها محزون نشدید؟ شدم حضرت. با علاوه فاجعه ای که بنده را مشاهده آن اتفاق افتاد. بلی، خرابه های مداین در واقع حزناورند. به فاجعه گفتنی مصاحبش اعتبار نکرده باز سخنی او را برید نایب. به گمان در کیفیت خوشحالی به میان سخنی مصاحب دویدن و آن را نشنیده قطع کردن عادتی او بود. گفتارش را دوام داد. دیدید عرب با ساسانیان چی کرده بود؟ خرابه تیسفونی باستانی در دلی هر یک ایرانی همچون ریش بود. ریشی که در طول 3 قرن خونشار بود تا آنکه دیلمیانی بویهی به زور شمشیر عراق را گرفتند و بغداد را کشاده
انتقامی 300 ساله را ستانیدند و آن ریش به شد. شاهان بویهی به سلطنت عرب نه فقط در عجم بلکه در این ملک باستانی ایران نیز خاتمه دادند. خلیفه سلطان عرب امروز گوش به فرمان شاهنشاه ایران است. به خاتمه سلطنت عربی در عجم 2 قرن از آن پیش طاهریان و سامانیان ابتدا گذاشته و موفق شده بودند. اما نایب این کار را به امیران بویهی نسبت می‌داد. گفتگوی دراز گویا یک نوع مقدمه‌ای بود که بعد از آن از کافی نهایت به سری مطلب آمد. استاد، به شما یک سپارش هست، شروع کرد او. اگر قبول کردید به عطا و احسان ملوکانه مشرف خواهید شد. قصه یوسف و زلیخا را برای شاهنشاه نظم بکنید. اعلی حضرت هم این قصه را نهایت دوست می دارند. فردوسی حیران شد. وی منتظر بود که نایب درباره شاهنامه سخن خواهد راند و بلکه به امیر بهاءالدوله تقدیم کردن آن را تکلیف خواهد کرد. ولی از کافی درباره کتابی وی چیزی نگفته یک باره چنین سپارشی غیر چشم داشت کرد. یوسف و زلیخا را از این پیش 2 شاعر ابوالمؤید بلخی و بختیاری اهوازی نظم کردند. چه حاجت که باری سوم نظم بکنیم؟ گفت شاعر. نظم ایشان چندان پسندی طبعی همایونی نافتاد. من امینم که نظم استاد فردوسی از آن 2 به مراتب بلندتر و جاذبتر خواهد بود. گفت از کافی. دلیل همان شاهنامه است. نهایت از کتاب مصاحبش یادآور شد نایب. من مطالعه کردم. به فصاحت و بلاغت شاید حتی در شعر عرب هم نظیر نداشته باشد. همت بگمارید و به کار شروع بکنید. برای این کار هر چقدر وقت لازم باشد بیملال در مهمانسرای ما بنشینید و مشغول بشوید. قصه را شما البته در قرآن خوانده اید و فکرتان نظم آن چقدر وقت لازم دارد؟ نمیدانم اندیشمندانه، گفت فردوسی. هرچی زودتر بهتر. من معتقدم که شما این کار را کمابیش در 2 یا 3 ماه به انجام می رسانید. به جای شاعر مهلتی کار را هم تعیین کرد نایب. خوب، راضی هستید؟ باز پرسید او. فرصت بدهید فکر کنم، گفت فردوسی. وی از نزد اسکافی هم یک درجه خرسند و هم اندوهگین به مهمان سرا برگشت. خرسندیش از آن بود که اسکافی را نیکخواه و حمایتگری خود دانست. از نیت نهانی او بی خبر بود، ولی مگر سخنان نایب به غمخواری او در حق شاعر گواهی نمی دادند. اما اندوه وی از شاهنامه بود. بزرگترین اثری او در حقیقت امر باز هم خریدار نیافت. در میانه معلق ماند و هیچ کس در کار نیست. وی البته پیشنهاد نایب را درباره نظم قصه یوسف و زلیخا قبول خواهد کرد. با قبول کردن مجبور، زیرا
چنگاری بی شفقتی محتاجی در گریبانی اوست. شاید گفتاری نایب راست براید و این داستان در پیری شاعر به وی بی‌نیازی آورد. فردوسی از کتابخانه اسکافی قرآن طلبید. به وی یک نسخه خوشخطی کتاب را آوردند. اگرچه قصه پسر یعقوب پیغمبر با ملکه مصر از زمانی مکتبخانه شاعر به وی معلوم بود، وی از نو به مطالعه آن نشست. هم شبی دیگر به نظم آن ابتدا کرد. سخنانی که بزرگترین شاعری زمان در آغاز این داستان خود درباره شاه اثری پیشینش می گوید، به ما چگونگی کیفیت روحی او را در آن دوره به خوبی نشان می دهد. وی از شاهنامه مایوس شده بود. 20 ساله مهنتی شبانه روزی درمان شکن به وی چی آورد؟ بیچارگی آورد. در پیری و بینوایی او خاری آورد. در هیچ یکی از حکمدارانی دور نشانی دانش و خرد پیدا نیست. مروت و دادگستری گمنام، حکمداران همه در لایدانی جنگ و جدال ها درمانده و سرگم. نظاره خرابه های مدائن باشد. در شاعر فکری ناپایداری و بیوفایی جهان را قوت داد. آیا به کارهای این جهان اعتبار کردن، درباره آنها با خون جگر داستانها سرودن می ارزد؟ نه، نمی ارزد. این شغل تخمی رنج و گناه کاشتن است و بس. آیا بهتر نیست که سخنور سخنهای پیغمبرانی خدای بگوید؟ نکارم کنون تخمی رنج و گناه، که آمد سفیدی بجایی سیاه. دلم سیر گشت از فریدون گرگ، مرا زان چی کو
تختی ضحاک بود. گرفتم دل از ملکتی کیقباد، همان تختی کاووسی کی برد باد. ندانم چی خواهد بود این جز عذاب، ز کیخسرو و جنگ افراسیاب. بر این می سزد گر بخندد خرد، ز من خود کجا کی پسندد خرد. که یک نیمه از عمری خود کم کنم، جهانی پر از نامی رستم کنم. دلم گشت سیر و گرفتم ملال، هم از پیری کاووس و هم پوری زال. همین طور میگوید شاعر در آغاز یوسف و زلیخا. از زبانی شاعری کبیری خردمند، حکمت آموز، وطن پرور، انسان دوست، آفریدگاری شاهنامه‌ای بی مرگ و بی زوال. شنیدنی این سخنها عجیب و ناخوش می آید، اما فردوسی با همه بزرگی خود یک نفر انسان است. به وی حالدان باید بود. چی عجب اگر انسان در پیری و ناکامی چنین دل شکسته شده باشد. نگارشی داستانی نو با تیزی پیش می رفت، اما اثر هنوز تمام نشده بود که ناگهان به حمایتگری شاعر زوال رسید. با فرمانی بهاءالدوله روزی از روزها یکی از پیشکاران او با یک دسته سرباز آمد و نایب شاهنشاه را گرفته حبس کرد. راست گفتند که در قرب شاهان بودن در دم شعله آتش یا دم اژدها بودن است. مال و حال نایب مصادره کرده شد. عائله‌اش را هم از سرای بیرون کردند. مسعود شاهنامه را به وی پس داد و خود ناچار با مادر و خواهرانش سر به بیابان گرفته سوی کرمانشاه که وطنی مادریش بود رهسپار گردید. خانواده یک باره تماماً غارت شده بود. فردوسی از 5000 دیرم که از اسکافی رسیده بود
2000 را به مسعود داد که خرج راه بکند. همسال و دوستی اسکافی ابوالفرج طبیب هم به آنها 1500 درم انعام کرد. وی به خاطر دوستی دیرینش با اسکافی و برای دلداری مسعودی کلفت زده نامراد به وی اجازت داد که باری آخرین با مری دیدار و خیرباد کند. هر دو در حضور پدر و مادری مری با هم دیدار کردند، گریستند. چون دوستان وداع کنید، گفت ابوالفرج و به جوان رو آورده افسود: مسعود، هرچند که دینی ما دیگر است، ولی خدا یکی است. من تو را دعا می کنم خوش برو. آنچی از قضا به سری پدرت آمد، تو، مادرت، خواهرانت از آن دل شکسته نشوید. صبر پیش گیرید. برای شمایان عبادت می کنم. امیدوارم که خداوند مهربان شمایان را از لطف و کرمش بی نصیب نخواهد گذاشت. ماریا سر به پهلو خم کرده به مسعود دست یازاند. جوان دستی او را فشرده گریان از حولی کشیش به در رفت. پس از 1 سال فردوسی در طوس شنید که اسکافی را از زندان فرار کردن میسر شده و او به شهری بطیحه به پناه حاکم آن دیار رفت و آنگاه مسعود مادر و خواهرانش را نزد پدرش فرستاده خود با کاروانی حاجیان پیاده به مکه روانه شده، دیگر به وطنش برنگشته در همان طرف ها غیب زده است. نایب نوی بهاءالدوله فردوسی را همچون دوستی اسکافی به غضب شاه گرفتار شده از مهمان سرای نایب خانه بیرون کرد.
شاعر ناچار به وطن خود برگشت. شما گفتار 13 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.